این ماشین فسقلی منه که یه اسمارت فورتو مدل 2006 خیلی کوچوله دیگه، برای 2 نفره. میخوام روغنش رو عوض بکنم، روغن موتورش رو، از اونجایی که پیچ کارتل نداره، این اینجا معلوم باشه، این که مال فیلترشه، این کارتلش باشه، هیچ پیچی نداره، خودشه کامل تخلیهش کرد. اینم مال فیلتر روغنشه. به خاطر همین من یه دونه پمپ دستی دارم. اول موتورشو باز کنم، یه وسایل لازمم که اینجا هستش برای تمیز روغنه. این یه ظرفه که نشون میده که چقدر باید روغن بریزم، چون خیلی مهمه. روغن وقتی زیاد بریزید موتور به مشکل میخوره. اینم فیلتر. این همون چیزیه که من ازش استفاده میکنم برای ساکشن روغن. با این سرنگ حالت مکش ایجاد میکنه، توی مخزن خلا ایجاد میشه و از طریق این لوله روغن خارج میشه. موتورش هم اینم اینجا موتورشه. یه روغنشو بکشیم. آخرین بار من روغن این ماشین رو روی 113,000 کیلومتر، ببخشید 122,000 کیلومتر عوض کردم. الان روی 129,000 کیلومتره و من چون هر روز تقریبا مسافت زیادی رو میرم با این ماشین، حدود 70 کیلومتر، همین زود روغنشو عوض میکنم. این هم یه اسمارت مدل فورتو سال 2006 که موتورشو مرسدس بنز تولید میکنه. و اینکه روغنشو بکشم، ولی یه جه روغن رو در میارم، میذارمش این کنار. این شلنگه رو از طریق اینجا میکنم داخل. خب در چقدر سفته. موتورش هم باز میکنم. خب اون سر شلنگ رو بس میکنم به این ساکشن مکنده. خب حالا من باید اینو پمپش کنم. پمپ کردنش شلنگ رو صفر میکنم. روغن داره میاد. میذارمش روی زمین، داره پر میشه. میبینید میذاره که پر شد، باید خالیش بکنم که دیگه هم لوله رو از اینجا میکشم بیرون، از اینجا وارد میکنم شلنگو، قشنگ همه روغن خالی بشه. باید شلش کنم.
فیلتر جدید، یه فیلتر کوچولو. اینو بنزم اول این تو فیلتر قدیمه رو اینم یه ذره روغن میزنم بهش. بعد جاش میندازم. اینجا افتاد. اینو که چیز کردم فیلتر انداختم کنش. این گیج روغن رو میذارم فعلا. اینجا هم تمیز میکنیم چون وقتی موتور داغ میشه، مخصوصا اینکه این موتورش توی اتاق هم هستش، بوی روغن سوخته که روی قطعات داغ موتور میسوزه میزنه داخل اتاق، خیلی بدجوره. خب حالا میخوام روغن جدید رو بریزم. این روغنی که من میخوام بریزم توی ماشین دقیقا به میزان 2 لیتر هم لازم دارم. ببخشید 2.7 تا 3 لیتر. لیکومولی 4100 5W40. خب این 1 لیتر، 1 لیتر هم 1.7 لیتر هم از روغن قبلی مونده، اونو میریزم. یه دونه چی میگن از این پارچه گرفتم که درجه بندی داره که بدونم دقیقا چقدر باید بریزم، چون خیلی مهمه. موتور خراب میشه اگر زیاد ریخته بشه یا کم ریخته بشه. مثلا همین اول میریزم تو این. شاید بپرسی این چرا سیاه این روغن؟ این روغن قدیمی نیستش. این روغن متاسفانه سری پیش من خیلی زیاد ریختم توی موتور و این باعث شدش که دوباره بکشمش. به خاطر همین به محضی که روغن رو وارد موتور بکنید بخواید بکشید، این سیاه میشه روغن، چون آتشخال و کثیفی و دوده و سیاهی هستش توی. در همین این سیاه شده، وگرنه روغنش تازه است، تازه. خب 2.7 یعنی من دوباره باید تا اینجا روغن بریزم که فکر کنم روغنم نمیرسه. خب این 500 تا 200 تا دیگه باید بریزم. این روغن توی خونه دارم، حالا الان یه ذره دورتر از خونه هستم. میرم 200 تا دیگه میریزم. خب اینم درشو بستم و اینم که سر جاشو. یه استارت بزنم ببینم روشن میشه.
ماشین که روشن کردم حالا دوباره گذاشتم روغن چرخید. گیج روغن دوباره چک میکنم. خب سطح روغن ظاهرا که خوبه، یعنی شاید اصلا احتیاجی به اون 2 لیتر هم نباشه. بله دقیقا عالی. تا اینجاست دیگه این خط. خب خوبه دیگه، اون 2 لیتر هم نمیریزم. خوبه عالی، مثل روز اولی شد ماشین. یهو صدای موتور خفه میشه، این درش که بسته میشه. خب حالا من این آشغال روغن رو باید ببرم بندازم یه سطل آشغالی هستش مرکزی که اونجا روغن سوخته و اینا رو میشه دور انداخت. شم ببندم. اینجا دقیقا همون برایتن هوف همون جایی هستش که همه زباله ها رو میشه انداخت دور. زباله های الکترونیکی گرفته، پلاستیک، مبل، تشک، خاک باغچه، هر چیزی که فکرشو بکنید. یعنی از شیر گاو گرفته تا مرغ آدمیزاد اینجا میتونید بریزید دور. حالا میرم توش برای که این لعنتی‌ها رو بندازیم دور، چون تو آلمان شما هر جایی نمیتونید اینا رو بریزید دور. مثلا تو چای توالت خونه‌تون نمیتونید روغن موتور استفاده شده رو بریزید دور. جریمه داره، جریمه های خیلی سنگین. اینجا برایتن هوف مرکز زباله، این همون قسمتی که گفتم خاکا رو میریزن دوره و اونجا قسمت الکترونیکی و توشک و مبلمان و همه چیز دیگه. اینا رو که باید بندازم اینجا. اینم درشو باید باز کنم، اینو خالی بکنم اینجا. اینم که خالی کردیم، اینجا لامپ و باتری و همه چیز رو باید اینجا بخورید. من با اقسام باتری ها